بخش 20. روز که سرش را بالا گرفته بود از میان ساحران رد شد. ساحران برای پنهان کردن زمزمه یا نگاه‌های خیرشان تلاشی نمی‌کردند. چند تا نوجوان مثل مار به او فیش فیش کردند. پیرزنی شکلک زشتی درآورد و دندان‌های زردش را به او نشان داد. پشت روز تیر کشید، ولی نگاهش را از آنها بر نداشت. اجازه نمیداد کسی او را بترساند، چه ساحر باشد چه نباشد. من و ایانا یکی هستیم. آرزو کرد ای کاش به جای لباس خواب چیزی دیگری به تن داشت. ای کاش صورتش تمیز بود و موهایش در هم گره نخورده بودند. ای کاش بهترین پیراهن طلایی و جواهراتش را به تن داشت تا ثابت می‌کرد شاه دخت حقیقی ایانا کیست. شاه دخت روزوالهارت، زیبا و محبوب همگان. هرچند در این لحظه جز غرورش چیزی نداشت و امیدوار بود همین کافی باشد. پیرمردی که ریش خاکستری بلندی داشت بانبا را کنار کشید تا با او حرف بزند. تیلدا که مثل یک توتی پرحرف کنار گوش روز وراجی می‌کرد گفت اونجا خونه منه، اون کلبهه. اون بزرگه که کنارشه خونه تیا و بانباست. توی روزهای بارونی تیا مریضهاش رو اونجا میبینه. یه بار که از صخره‌ها افتادم و دستم شکست، تیا اونجا درمانم کرد. روز به تیا رو کرد. تو درمانگری؟ تیا با لبخند گفت شن به من گفت تو هم درمانگری. روز که فکر کردن به راهزن دروغگو خشم را درونش شعله بر کرده بود، بی‌معطلی گفت نمیدونم شن چرا به خودش اجازه میده درباره من حرف بزنه، ولی میدونم که دروغگوه. تیا ابروهایش را بالا برد، اما دیگر چیزی نگفت. تیلدا هیجان زده پرسید ببینم تونستی جنگیدن شن رو ببینی؟ آخه من تا حالا هیچ وقت ندیدم واقعا به جنگه، فقط تمرین کردنش رو دیدم. گاهی با من هم تمرین میکنه. راستش من اونقدر هم جنگجوی خوبی نیستم، ولی شن میگه اگه هر روز تمرین کنم و نون خشکم را بخورم بالاخره یه روز میتونم شکستش بدم. خندید و ادامه داد رن مبارزه کردن رو از شن یاد گرفته. اولش براش خیلی سخت بود، آخه رن ساحره جنگجو نیست، نمیتونه زیاد بالا بپره یا راحت از دیوار بالا و پایین بره. یه بار که از صخره بالا بیرفت لای جلبک‌های دریایی گیر کرد و مجبور شدیم با یه چاقو آزادش کنیم. تیلدا که از بس تون حرف میزد نفسش بند آمده بود، مکث کرد تا نفسی تازه کنه. بگذاریم، داشتم میگفتم شن کارش حرف نداره. گاهی وقتا که از صخره‌ها بالا میره انگار پرواز میکنه. روز یادش آمد که شن چقدر سریع به سوسک خونخوار حمله کرده و جانش را نجات داده بود. باید همان وقت میفهمید که قدرت و سرعتش عادی نیست و جادویی است، اما تیلدا از جنگیدن شن با سوسک خونخوار چیزی نمیدانست. روز پرسید منظورت چیه که جنگیدن شن رو دیدم یا نه؟ مگه قرار بود با کی بجنگه؟ تیلدا گفت خب معلومه، با نگهبان‌های کاخ. بعد صدایش را پایین آورد. انگار میخواست رازی را به او بگوید. هیچ میدونستی شن میتونه همزمان با 10 نفر بجنگه؟ شاید هم بیشتر. بیشترین تعدادی که من تا حالا دیدم 10 نفر بوده و اون هم موقع تمرین. پس نمیشه گفت واقعا میجنگیده. روز با لحن خشکی گفت نمیدونم، باید از خودش بپرسی، چون وقتی من رو دزدید خواب بودم. بیافه تیلدا وارفت. آره، راست میگی. تیا گلویش را صاف کرد. تیلدا، باید اول بذاری روز غذا بخوره و یکم استراحت کنه. مطمئنم شاه دخت سفر دور و دراز و سختی رو پشت سر گذاشته. روز با حالتی معنیدار گفت درسته و با نگاه بین جمعیت دنبال شن گشت. شن بدجنس دروغگو. حالا دیگر حدود 200 نفر دور آتش بزرگ جمع شده بودند.
لباسهایشان همه شبیه بانبا و تیا بود. بالاپوشهای ساده ای را روی شلوارهای تیره پوشیده بودند. موهایشان رها بود و در باد تکان می‌خورد. از اینکه بین مردمانی بود که تمام عمرش از آنها می‌ترسید احساس عجیبی داشت. ولی چون ظاهرشان ترسناک نبود، معنیش این نبود که خطرناک نیستند. باید حواسش را جمع می‌کرد. تیا او را به سمت حصیری برد که روی ماسه ها پهن بود. بیا عزیزم، اینجا بشین و استراحت کن. روونا برات غذا میاره. و به دختر قد بلندی اشاره کرد که موهای مجعد طلایی بلند و صورتی پر از ککمک داشت. دختر همسن و سال روز بود، هرچند اخمی که به چهره داشت باعث می شد جوانتر به نظر برسد. دختر گفت زود برمیگردم. تیلدا بیا کمکم کن. تیا و تیلدا میان جمعیت ناپدید شدند و با دور شدنشان قلب روز فرو ریخت. چند لحظه بعد روونا با یک تخته چوبی که رویش ماهی کبابی و نان جو چیده بودند برگشت. تخته را جلوی روز پرت کرد و گفت بهتره به این شرایط عادت نکنی. اینجا توی اورتا هر کی غذای خودش رو میاره. بعد چشم گره‌ای به روز رفت و به دختر دیگری با موهای کوتاه سیاه ملحق شد که کنار آتش ایستاده بود و زیر لب میخندید. روز یک تکه ماهی را از روی ماسه ها برداشت. دستش میلرزید. تا به حال هیچ کس در زندگیش با او اینطور حرف نزده بود. ساحران میخواستند او را محک بزنند. با حواس پرتی کمی از ماهی را در دهان گذاشت. یک نفر از نزدیکش گفت نذار روونا سر به سرت بذاره. روز به تندی سرش را برگرداند و شن را دید که دو زانو کنارش نشسته بود. چجوری اینقدر یواشکی و بی‌صدا حرکت میکنی؟ اصلاً طبیعی نیست. شن لبخند زد و دندانهایش برق زدند. ناسلامتی ساحرم، نکنی یادت رفته. روز چکمه های شن را از پایش درآورد و با عصبانیت به طرفش پرت کرد. بعد بلند شد و لباسش را تکاند. لباسش کثیف، موهایش به هم ریخته و صورتش زیر آفتاب سوخته بود. روز که از وضعیت خودش هیچ راضی نبود گفت لطفاً تنهام بذار و پیش از آنکه شن چیزی بگوید آتش را دور زد و تنها در ساحل ایستاد. موجهای کف‌آلود به پاهایش می‌خوردند. همانطور که خیره به دریا نگاه می‌کرد به زحمت جلوی اشک‌هایش را گرفت. سفر در کویر با شن ترسناک بود ولی در عین حال هیجان هم داشت. وقتی توی کویر بود برنامه‌ای برای فرار داشت. حالا که از صخره‌ها پایین آمده و با بانبا ملاقات کرده بود امکان فرار و برگشتن به خانه تقریباً صفر شده بود. احساس می‌کرد خانه و زندگیش از او دورتر و دورتر می‌شود. چیزی به پشت پایش خورد و روز جیغ کشید. سرش را که برگردان 4 ساحره را دید که به طرفش می‌آمدند. روونا و دوست موسیاهش جلو حرکت می‌کردند و 2 پسر لاغر و دراز هم پشت سرشان بودند. موهای یکیشان شبیه پشم گوسفند بود و دیگری پوست روشن و موی مجعد و کوتاهی طلایی داشت. هر 4 تایشان کرکر می‌خندیدند و با سرخوشی به روز نزدیک می‌شدند. روونا لبخند ترسناکی به لب داشت. چند تا سنگ کوچولو توی دستش گرفته بود و آنها را با بی‌توجهی به طرف روز پرت می‌کرد. روز سرک کشید و دنبال تیا گشت. ساحره‌ای که با او مهربان بود. حتی بدش نمی‌آمد تیلدا را ببیند، ولی از میان آتش و دود فقط 4 ساحر جوان غریبه را دید که با نگاه‌های غیر دوستانه به او زل زده بودند. روز به زور لبخند زد. میتونم کمکتون کنم؟ روونا با تمسخر گفت چه مؤدب بریانی. شنیدی؟ شاهدوخت میخواد به همون کمک کنه. بریانی با لگد یک مشت ماسه به سمت روز پرتاب کرد و وادارش کرد عقب برود و پایش را در آب بگذارد. تو و وزیر به اندازه کافی خیرتون به ما رسیده.
ساحران جوان مانند یک دسته گرگ روز را دوره کردند. روز از ترس به خود لرزید. مطمئنم سوء تفاهمی پیش اومده. رونا سنگ دیگری به طرفش پرتاب کرد و گفت تو دچار سوء تفاهمی. اگه خیال کردی ما از شاه دختی که از ساحران بیزاره استقبال میکنیم باید بگم کور خوندی. بریانی رو به پسر مطلعی پوزخند زد و گفت کاتال چی میگی؟ به نظرت برای رن جایگزین خوبیه؟ پسر مطلعی دور روز چرخی زد. باید بچشمش تا بتونم بهت بگم. گریدی تو چی فکر میکنی؟ پسری که پوست قهوه‌ای و موی پشمکی داشت ادای استفراغ کردن درآورد. ترجیح میدم به جای بوسیدن یه والهارت انگشت پام رو لیفت بزنم. بریانی گفت نه بابا اصلاً در حد و اندازه رن نیست. روز سعی کرد از کنارشان رد شود. باید به جشن برگردم. ولی رونا به سمت دریا هلش داد. 4 ساحر با بدنهایشان دور او دیواری ساختن. روز که تا زانو در آب بود گفت بهتون دستور میدم بذارین رد شم. ساحران به همدیگر نگاهی انداختن. بعد قاه قاه زدن زیر خنده. رونا با دهنکجی گفت تو شاه دخت ما نیستی. کاتال به او تف کرد و آب دهانش روی صورت روز افتاد. ما هیچ وقت تو رو به عنوان ملکه قبول نمی کنیم. روز خشمگین صورتش را پاک کرد و گفت میتونم به خاطر این کار زندونیت کنم. رونا گفت خیلی دوست دارم ببینم چجوری بدون ارتشت این کارو میکنی. تو در مقابل اون هیچ شانسی نداری. بعد سیخونکی به کاتال زد و ادامه داد. زود باش نشونش بده. کاتال پوزخندی زد و یک مشت ماسه از زمین برداشت. روز که فکر میکرد الان است آن را به صورتش پرت کند چشمهایش را بست. اما لحظه ای بعد صدای پسر را شنید که گفت ای ماسه ها برید درون تا که نفس نیاد بیرون. پسر مشتش را باز کرد ولی ماسه ها ناپدید شده بودند. روز گفت چی کار؟ اما صدایش بلافاصله قطع شد. نفسش در نمی آمد. با زانوها توی آب فرود آمده بود و دیواره‌وار به گلویش چنگ می زد. ساحران جوان همه خندیدند و ساحران بزرگسال هم با اینکه صحنه را دیدند به کمکش نیامدند. روز که 4 دست و پا در قسمت کم عمق آب بود همچنان برای نفس کشیدن تقلا کرد. سرش تیر می کشید و دیدش تیره و تار شده بود. داشت از ساحر جان میداد و ساحران به او میخندیدند. دیگر نمیتوانست به خانه برگردد و ملکه شود. روی زمین افتاد و دنیا دور سرش چرخید. تنها چیزی که میشنید صدای خنده بیرحمانه ساحران بود و صدای قلبش که به شکل خطرناکی آرامتر و آرامتر میتپید. بعد شن پیدایش شد. شن که با فشار راهش را به سمت او باز میکرد گفت برین کنار. روز صدامو میشنوی؟ شن او را روی پاهایش بلند کرد و روز تلو تلو خورد. ضعیفتر از آن بود که بتواند روی پای خودش بایستد. شن خشمگین رو به ساحران جوان کرد و گفت زود پاشین درستش کنین. بریانی گفت من درستش میکنم و یک مشت ماسه برداشت و به سمت روز پرتاب کرد و در همان حال زیر لب چیزی گفت. روز دوباره توانست نفس بکشد. هوا را با صدای بلندی به درون ریه‌هایش کشید. تعادلش را حفظ کرد و در حالی که نفسهای دردناک میکشید به منظره پیش چشمش که داشت روشن و واضح میشد نگاه کرد. شن بند انگشت‌هایش را با حالت تهدیدآمیزی شکست. کدومتون این کار رو باهاش کردین؟ کاتال عقب رفت و گفت بیخیال شن، فقط داشتیم باهاش شوخی میکردیم. شن که با حالت ترسناکی آهسته حرف میزد گفت به نظر من
که زیاد شبیه شوخی نبود. روونا سبکسرانه گفت حواسمون بود، نمیذاشتیم اتفاقی براش بیفته. چشمان شن برق زدن. اون خواهر رنه. روونا گفت اون از ما متنفره. اگه بتونه کاری میکنه هممون رو بکشن. گریدی به شن گفت تو چرا سنگش رو به سینه میزنی؟ مگر رن بهت نگفت مخ خواهرش رو نزنی؟ همینطور هم بهم گفت از خواهرش محافظت کنم. شن جلو رفت و بین روز و ساحران ایستاد. اگه مشکلی دارین به بانبا بگین. ساحران همین که نام بانبا را شنیدن ساکت شدن. بریانی که چشمان سیاهش گرد شده بودن به روز نگاه کرد. به بانبا میگی؟ روز رد اشک را از چشمانش پاک کرد. حالا که دوباره میتوانست نفس بکشد، ترسش به خشمی مهار ناپذیر تبدیل شد. هیچ وقت از کسی به اندازه این 4 ساحر بدش نیامده بود. از بقیهشان هم بدش میآمد. از آنهایی که به تماشای خفه شدنش ایستاده و هیچ کاری نکرده بودند. اما روزی میرسید که روز دیگر تنها نبود. وقتی ملکه ایانا میشد و ارتش به فرمانش در میآمد، سر وقت این ساحران میآمد و وادارشان میکرد جلویش زانو بزنند. من بچه نیستم که شغلی کسی رو بکنم، اما این اتفاق رو فراموش نمی کنم. بریانی که خیالش راحت شده بود بدنش را شل کرد. روونا بیان که نگران باشد گفت خوبه، نباید هم فراموش کنی. شن روز را از اویانوس دور کرد و پرسید حالت خوبه؟ خوبه. شن دستش را لای موهای سیاهش فرو کرد و موهایش را از صورتش عقب زد. روز، من رو ببخش، قول داده بودم نذارم آسیبی ببینی. میدونستم بعضی ها اینجا باهات مشکل دارن، ولی فکر نمی کردم جرأت داشته باشن کاری بکنن. روز دست به سینه ایستاد. وانمود نکن، دلت برام میسوزه. تقصیر توئه که من اینجام. شن گفت وانمود نمی کنم. و حرفش را ناتمام گذاشت. با نفس عمیقی کشید. بشین و یه چیزی بخور. غذا حالت رو بهتر میکنه. بعدش با هم حرف میزنیم. روز با عصبانیت گفت چطور ممکنه حالم بهتر شه؟ اونم بعد از اینکه کم مونده بود یه ساحر فهم کنه. چطور میتونم؟ همان وقت تیلدا با یک پاچ شراب و 1 کیلو تا لیوان خاک گرفته پیدایش شد و گفت روز، داشتم دنبالت میگشتم. اینها رو برای تو آوردم. روز به او گفت ممنونم تیلدا، خیلی به موقع بود. و 1 لیوان شراب برای خودش ریخت و هنوز آن را تمام نکرده لیوان دوم را ریخت. شن پاش را از او گرفت. تو نرو. روز پاش را پس گرفت و گفت ولم کن. اگه قرار 1 دقیقه دیگه اینجا باشم بذار دست کم برام قابل تحمل باشه. تیلدا با خجستگی گفت قرار خیلی بیشتر از 1 دقیقه اینجا باشی. روز گفت بعید میدونم. و 1 لیوان دیگر نوشیدنی ریخت. قصد دارم برای مراسم تاجگذاریم به خونه برگردم. بالاخره یک جوری برمیگشت. تیلدا پارچه سفالی را به سینه‌اش چسباند. ولی حالا دیگه رن قراره تاجگذاری کنه. میدونم مثل تو شاه دخت نیست، اما وقتی یاد بگیره پیراهن بپوشه و موقع غذا خوردن دهنش رو ببنده، به نظرم ملکه خوبی میشه. شراب از دهان روز بیرون پاشید. چی؟ شن دندانهایش را روی هم فشرد. تیلدا، میخواستم بعداً بهش بگم جاهاش رو عوض کردیم. تیلدا با خنده گفت مگه میشه خودش تا الان نفهمیده باشه؟ پیش از آنچه روز بتواند حرفی بزند یا حتی فکر کند، بانبا با گام‌های بلند به سویشان آمد و گفت آهان، پس شراب رو اینجا قایم کردی. پاچ را گرفت و آن را بالای سرش برد. امشب شب جشن و سروره. اونقدر میخوریم و مینوشیم که همینجا زیر نور ماه خوابمون ببره. چون حالا که روز اینجاست، رن
به زودی ملکه میشه. صدای بانبا در سرتاسر ساحل ترین افکند. انگار باد آن را با خود می برد. ماه آینده بالاخره یه ملکه ساحره به تخت سلطنت ایانا میشینه و زندگی ما به عنوان آدم‌های رانده شده به پایان میرسه. به لطف اورتا سارکریس دروازه‌های زرین کاخ آنادان بعد از 1000 سال دوباره به روی ساحران باز میشه و رودخانه سیلورتانگ از خون دشمنانمون رنگین میشه. خواهران و برادرانم، چرخ‌های سرنوشت بالاخره دارن میچرخن. به زودی عصر ساحران دوباره فرا میرسه. روز که سرش گیج میرفت، پیرزن را تماشا کرد که پارچ را به لب برد و همه شراب را لاجرعه نوشید. صدای نعره شادمانی ساحران در ساحل پیچید، در حالی که شعله‌های آتش بلندتر و نیرومندتر در آسمان زبانه می‌کشیدند. بخش 21. رن. شاهزاده انسل که با چشمان خمار از آن طرف میز به رن نگاه میکرد گفت: روز، امشب خیلی زیبا شدی. زیباییت مثل یه دونه برف بی نظیره. اونقدر هم که فکر میکنی تک نیستم. رن با ملاحت گفت: تو هم مثل یه کوه یخ جذاب شدی. سلست که کنار اون نشسته بود پشت چشم نازک کرد: من هم مثل یه خرس قطبی گرسنمه، ولی انگار برای هیچکی مهم نیست. ریم گفت: باید منتظر باشیم بیرم بیاد. و به طور که کنار در ایستاده بود چشمک زد و با دیدن سرباز که صورتش سرخ شد احساس خوشایندی پیدا کرد. دیشب با هم در راهروهای تاریک کاخ قدم زده بودند و با اینکه هیچ اتفاقی بینشان نیفتاده بود، رن هیجان کسی را داشت که کار ممنوعی انجام داده و از این بابت خیلی راضی بود. سلست آه عمیقی کشید. 5 دقیقه دیگه صبر میکنم. بعدش شروع میکنم به خوردن. رن دستمال سفره را که روی پایش بود توی مشتش فشرد و گفت: چپمن گفت وزیر میاد. سعی کرد آرامشش را حفظ کند. همه چیز به امشب بستگی داشت. اگر وزیر نمی آمد مجبور می شد روش دیگری برای مسموم کردنش پیدا کند و ممکن بود روزها یا هفته ها طول بکشد. تالار غذاخوری تشریفاتی بسیار با شکوه بود. آتش در شومینه‌ای که انتهای اتاق بود ترح ترح می کرد و نور زردش بر میز و ظرف‌هایی که روی آن چیده بودند می تابید. چراغ‌های بلورین که شمع‌هایی درونشان روشن بود از سقف بلند تالار آویزان بودند و پرده‌های نقشدار که از دیوارها بیخته بودند صحنه‌هایی از نبرد را نشان می‌دادند. چشم رن به یکی از آنها افتاد که تصویری از جنگ مدافع بر آن نقش بسته بود. ساحرانی با قیافه‌های زشت و پلید در آتش میدان نبرد می‌سوختند و سربازان ارتش بالهارد شمشیرها را به نشانه پیروزی بالا برده بودند. رویش را از تصویر برگرداند و چشمش به نگاه طوفان زده چشمان تور افتاد. سر جایش کمی جابجا شد. سردی شیشه زهر را روی پوست سینه‌اش حس می‌کرد ولی گونه‌هایش از حرارت می‌سوختند. انسل بیقراری او را جور دیگری برداشت کرد و گفت: گلم، فکر کن تور هم مثل یکی از این وسایل اتاقه. بهش توجه نکن. درهای تالار باز شدند. ویلم راتبون با همراهی 2 نگهبان وارد شد. رن که خیالش راحت شده بود لبخند زنان گفت: بالاخره اومدی. فکر کردم نمیای. راتبون از اینکه دیر کرده بود عذرخواهی نکرد. در پاسخ به رن فقط سری تکان داد و بعد نگاهش را به شاهزاده انسل دوخت. عصر بخیر آری جناب. شاهزاده انسل ایستاد تا با او دست بدهد. راتبورن در نور شمع‌ها به راستی رنجور به نظر می رسید. مثل دوک لاغر بود و پوست روشنش به خاکستری می زد.
زیر چشمهایش گود افتاده و موهای کنار شقیقه‌اش کم پشت شده بودند. قیافه‌اش جار میزد که از بیخوابی رنج میبرد. سلست برن گفته بود که وزیر از چیزی به شدت نگران است. خب، تنها چیزی که باید نگرانش می بود، رن بود. سلست یواشکی به او گفت فیلم شبیه مرده ها شده. رن در تایید او سری تکان داد و با خود گفت امشب واقعا می‌میره. مهمانی با خوردن پیش غذا آغاز شد که تارت‌های شوره ترد و کوچکی از خامه ماهی آزاد با تزیین پیازچی کوهی بود. سلست با صدای بلند رضایتش را نشان داد و حتی راتبان هم که یکی از نگهبانها برای امنیت بیشتر غذایش را قبل از خودش می‌چشید، 3 تا از تارت‌ها را پشت سر هم انداخت بالا. رن به قدری اضطراب داشت که نمی‌توانست چیزی بخورد. آنقدر به راتبورن نزدیک بود که آرنج‌هایشان به هم ساییده می‌شد و هر لحظه که می‌گذشت بیشتر به وجود شیشه زهر در شکم‌بندش آگاه می‌شد. نزدیک بودن به طور هم کمکی به حالش نمی‌کرد. سرباز خطبران کمی دورتر از میز ایستاده و با نگاهی خیره به او زل زده بود. در مدتی که خدمتکاران ظرف‌های پیش‌غذا را جمع می‌کردند، انسل گفت: روز، ممنونم که به خاطر من این مهمونی شام فوق‌العاده رو ترتیب دادی. درسته که شاهزاده هستم، ولی امشب کاری کردی احساس کنم شاهم. راتبورن به جای رن در جواب گفت: قابلی نداشت اولیا حضرت. من روز رو جوری بزرگ کردم که مثل پدرش مهربون باشه و با حالتی محبت‌آمیز پشت دست رن زد. رن فریادش را در گلو خفه کرد. راتبورن ادامه داد: روز خیلی مطیع و متینه. تور صدای پوزخندش را به سرفه عجولانه تبدیل کرد و زیر لب گفت: معذرت میخوام. سلست رو به انسل کرد و زیرکانه گفت: شاهزاده انسل، به جز زیبایی روز دیگه از چه چیز اون خوشت میاد؟ شاهزاده انسل گفت: خب، روز شطرنج باز ماهریه و با انگیزه پیانو میزنه. انسل برن چشمک زد و انگشت‌هایش را جوری روی دستمال سفره‌اش به حرکت درآورد که انگار میخواست پیانو زدن افتضاح رن را تقلید کند. گلم، بهت قول میدم توی گوره عنکبوت مؤدب وجود نداره و میتونی با خیال راحت سالارهای کاخ گرینستاد را از نوای موسیقیت پر کنی. بعد به سلست لبخندی زد و ادامه داد: نگران روز نباش. مطمئن باش همون قدر که اینجا به من خوش میگذره به روز هم توی گورا خوش میگذره. چند ماه که بگذره با سرما هم اخت میگیره. بدن رین منقبض شد. سلست گفت: صبر کن ببینم. منظورت چیه که توی گورا به روز خوش میگذره؟ راتبورن گلویش را صاف کرد. به گمونم دیگه ماجرا لو رفت. انسل لبش را گاز گرفت. ببخشید، نباید میگفتم. میدونم که میخواستین روز رو برای عروسیش سورپرایز کنی. هرچند رن اسمش را سورپرایز نمیگذاشت. با اینکه به ابعاد موذیگری و پلیدی راتبورن آگاه بود، باز هم جوری از شنیدن این خبر جا خورد که زبانش بند آمد. وقتی دوباره صدایش را به دست آورد، رو به راتبورن کرد و گفت: میخوای من رو بفرستی به گورا؟ روز عزیزم، پس فکر کردی بعد از ازدواج کجا قرار زندگی کنی؟ سلست زودتر از رن جواب داد: خب معلومه، همینجا توی ایانا. روز که نمیتونه یه ملکه غایب باشه. شاهزاده انسل حتی پادشاه گورا نیست. انسل دستمال سفره‌اش را روی پایش صاف کرد. خب، همه آدم ها به اندازه هم جاه طلب نیستن. من از شاهزاده بودم راضیم. سلست پرسید: خب، پس چرا تو به ایانا نمیای؟ سلست نگاهی به راتبورن انداخت. من اینجوری تصمیم گرفتن. سلست چشمهایش را تنگ کرد. چی اینجوری تصمیم گرفته؟ رن که به راتبورن خیره نگاه میکرد گفت: مشخصه. جناب وزیر این تصمیم رو گرفته. معلومه که برنامه‌های دیگه‌ای برای من داره.
راتبورن ذره‌ای خاک را که بر آستینش نشسته بود پاک کرد و به آرامی گفت: روز، من میدونم خواسته والدینت چی بود. اونها میخواستن جات امن باشه، با مرد خوبی ازدواج کنی و خانواده تشکیل بدی. میتونی توی گورا همه اینها رو به دست بیاری. انسل گفت: من همه اینها رو براش فراهم میکنم و دستش را روی میز به سمت رن دراز کرد، ولی رن وانمود کرد دستش را ندیده. سلست که عصبانی شده بود با حرارت گفت: پس زندگی روز توی ایانا چی میشه؟ دوستهاش و وظیفش نسبت به ایانا چی میشن؟ تاج گذاریش چی میشه؟ وزیر نگاه هشدار دهنده‌ای به سلست انداخت. دلیلی برای برگزاری مراسم تاجگذاری نیست. این همه هزینه و شلوغی برای چی؟ فقط سر و صدای سیاسیه. و طوری این حرف را زد که انگار سرنوشت روز چیز دست و پاگیری بود که داشت سخاوتمندانه برای او حلش میکرد. راتبورن ادامه داد: روز توی گورا زندگی جدیدی رو شروع میکنه و من هم اینجا به کارهای مربوط به ایانا رسیدگی میکنم. البته که پادشاه الریک از گرینستاد توی همه چیز مشارکت میکنه. به این ترتیب راتبورن نقشه کثیفی را که کشیده بود برای همه آشکار کرد. الریک فالسینگ میخواست در ازای حفظ قدرت در هر دو کشور به وزیر کمک کند آخرین بازمانده های ساحران را از جهان پاک کند. آن هم به فجیع ترین شکل ممکن. رن روز تولد 18 سالگیش هیچ تاجی بر سر نمی گذاشت. در عوض الریک فالسینگ بود که سلطنت دوژا را به دست می گرفت. سلست به سوی رن خم شد و نجوا کنان گفت: چرا هیچی نمیگی؟ مطمئنم این خواسته تو نیست. رن به دستهایش نگاه کرد. چند دقیقه دیگر تا کشتن راتبورن مانده بود. اگر حالا عصبانی میشد و داد و بیداد میکرد ممکن بود همه چیز به هم بریزد. با لحنی خالی از احساس گفت: راستش خیلی تعجب کردم. باید دربارش فکر کنم. سلست محکم به پشتی صندلی تکیه داد و ناباورانه گفت: به چی فکر کنی؟ تو همیشه میخواستی ملکه ایانا بشی. اولویتت همیشه همین بوده روز. ملکه شدن حق موروثی توه. از وقتی بچه بودیم بارها دربارش حرف زدی. وقتی رن جواب نداد سلست رو به انسل کرد و گفت: تو چی؟ تو با دزدیدن روز و دور کردنش از کشورش و مردمش مشکلی نداری؟ لبخند انسل محو شد. مطمئنم میتونیم روز رو با هم تقسیم کنیم. سلست با عصبانیت گفت: مگه نونه؟ و یک جرعه بزرگ از شرابش را نوشید. معلوم بود که نوشیدنی به او شهامت بخشیده و زبانش را باز کرده است. به نظر من که فرستادن روز به یک کشور سرد و دورافتاده زیاد شبیه عروسی نیست و بیشتر حکم تبعید رو داره. راتبورن هیس کنان گفت: خانم پگاسی، دیگه کافیه. این موضوع هیچ ربطی به تو نداره. پس چی داره؟ روز بهترین دوستمه. راتبورن مشتش را روی میز کوبید. اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی باید شب را توی دخمه ها بگذرانی. رن آهسته گفت: بیخیال شو. دوست خواهرش داشت همه چیز را خراب میکرد. رن پای او را زیر میز لگد کرد. سپس با لبخند مصنوعی گفت: معلومه که سلست فقط از این ناراحتی که دلش برام تنگ میشه. مطمئنم یکم غذا حال همه رو بهتر میکنه. بشکنی زد و دستور داد: غذا رو بیارین، دارم از گرسنگی میمیرم. سلست با حالت عجیبی به او نگاه کرد. بعد جامش را سر کشید. وقتی پیش غذای دوم را آوردن که سوپ زردک بود، راتبورن که رویش یک دفعه بهتر شده بود گفت: غذای مورد علاقه‌ام. انسل با شادمانی گفت: دستور پختش مخصوصی گوراست. راتبورن یک قاشق سوپ در دهانش گذاشت. گورا چیزهای خوب زیاد داره. مثلا ارتش گورا در دنیا نظیر نداره.
رن دستمالش را زمین انداخت. به بهانه برداشتن دستمال خم شد. شیشه زهر را از شکم منش بیرون آورد و یواشکی زیر دستمال قایم کرد. وقتی دوباره صاف روی صندلیاش نشست، با یک دست به خوردن سوپش ادامه داد، در حالی که با دست دیگر آهسته در شیشه زهر را باز می کرد. انسل گفت: برادرم از وقتی شاه شد توجه ویژه‌ای به ارتش نشون داد. با سر به طور اشاره کرد. سربازای ما فقط جنگجو نیستن، شکارچی هستن. اونها بیرحمن و تا وقتی طعمه رو نگیرن آروم نمیگیرن. سرس زمزمه کرد: پس بهتر روز فکر فرار به سرش نزنه. از جایش بلند شد و گفت: ببخشید، باید برم دستشویی. رن از فرصت استفاده کرد تا صندلیاش را کمی به راتبور نزدیک‌تر کند که حالا به سمت انسل چرخیده بود و با او درباره ارتش گورا گفتگو می‌کرد. حیوان‌های وحشی ارتش شما برای من از همه جالب‌ترن. پادشاه الریک چطور موفق شده اونها را به این خوبی رام کنه؟ رن دستش را زیر چانه زد و وانمود کرد مجذوب گوش کردن به حرف‌های انسل شده. ولی در واقع می‌خواست دست دیگرش را آهسته به کاسه سوپ راتبور نزدیک کند. نگاه تر را به نیمروخش حس می‌کرد. بنابراین موهایش را از پشت گوشش درآورد تا هم صورت و هم دستش را که به سمت کاسه سوپ دراز می‌شد بپوشاند. بنگ. انسل کف دستهایش را روی میز کوبید. روباه صاف از توی لوله تاند پرت شد بیرون. ظرف‌های روی میز تکان خوردند و کمی از سوپ تاق به مچ دست رن پاشید. رن بی صدا ناسزا گفت و دستش را دوباره عقب کشید و شیشه زهر را روی پایش گذاشت. راتبورن با صدای بلند خندید و دستهایش را توی هوا بالا برد. عجب ضد حالی. انسل هم در مقابل خندید و گفت: اتفاقاً برعکس، روباه زندمون و ارزش خودش رو ثابت کرد. خواهرن آریکا اونقدر تحت تأثیر قرار گرفت که سرپرستی اون را به عنوان حیوان خونگی پذیرفت. راتبورن چشمایش را با بوشی دستمال سفره‌اش پاک کرد. به گمونم استفاده از حیوانهای وحشی توی جنگ سختی‌های خاص خودش رو داره. هرچند بی صبرانه منتظرم با چشم خودم ببینم. کاسه سوپش را کنار زد و قلب رن فرو ریخت. راتبورن گفت: پادشاه الریک قول داد نشونم میده. چهره انسل جدی شد. بهان درسته، منظورتون جنگ با ساحرانه. راتبورن با زبانش به سق دهانش زد. موجودات هولناکی هستن. برادرت قول داده سربازاش بعد از عروسی فوراً به این مسئله رسیدگی کنن. میتونه ساحرانی رو که میخواد برای خودش برداره و بقیه رو به گرگ ها واگذار کنه. لبخند ترسناکی زد. شنیدم توجه خاصی به ساحران داره. رن زیر میز دستهایش را مشت کرد. در این لحظه فقط میخواست راتبورن را در کاسه سوپش خفه کند. نگاهی به طور انداخت که صورتش را در هم کشیده بود. رن امیدوار بود طور هم مانند هر آدم سالم دیگری با شنیدن آن حرفها حالش بد شده باشد. هرچند او هم گورایی بود. انسل که انگار عذاب وجدان داشت نگاهی به رن انداخت. امیدوارم روز هیچ وقت نگران نباشه که به سرنوشت شوم والدینش دچار شه یا اینکه یه جنگ دیگر رو تجربه کنه. سرس وارد تالار شد و راتبورن دستهایش را به هم زد تا خدمتکارها غذای بعدی را بیاورند. سرس گفت: هنوز دارین درباره جنگ حرف میزنین؟ اگه اینطوره بگین که مست کنم و براتون آوازهای بی‌تربیتی بخونم. انسل که گویی واقعا از خودش خجالت کشیده بود گفت: سرس راست میگه. بهتر امشب دیگه درباره جنگ حرف نزنیم. برای همه ناراحت کننده است. سرس جرعه بزرگی از جامش را نوشید. برای من بیشتر از اینکه ناراحت کننده باشه کسل کننده است که یه جورایی بدتره. راتبورن به او چشم‌خوره رفت. انسل زیرکانه مسیر حرف را عوض کرد.
مطمئنم برادرم وقتی بیاد اینجا مشتاقانه درباره برنامه‌هاش در مورد ساحران باهاتون صحبت میکنه. رن نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت ممکنه نتونه پیداشون کنه. راسپون با لبخندی آهسته و معنیدار گفت ساحران کویر شاید گم و گور شده باشند، ولی جاسوس‌های من موفق شدن توی غرب تعداد زیادی از اونها را پیدا کنند. وزیر به سوی رن خم شد و جوری کنار گوشش زمزمه کرد که انگار میخواست درباره رازی حرف بزند که فقط خودشان از آن خبر داشتند. این بار حتی صخره‌های بادگیر هم نمیتونن نجاتشون بدن. رن سر جایش خشک زد. وحشت درونش اوج میگرفت و بر او غلبه میکرد. نه نه نه. صدای تپش قلبش چنان بلند بود که همه صداهای دیگر را خاموش کرد. یادش رفت پلک بزند یا نفس بکشد. سلست از زیر نیز زانویش را گرفت و او را به خود آورد. چی شده؟ ولی رن نمیتوانست صحبت کند. راتبورن گفت ساحران مثل گله غازهای جدور هم جمع شدند. حیوانهای شکارچی پادشاه الریک باهاشون چه جشنی بگیرن. و با صدای خشکی خندید، اما هیچ کس دیگری نخندید. انسل گلویش را صاف کرد و گفت حالا که حرف از غاز شد یادم اومد امروز صبح کنار رودخونه چند تا جوجه اردک کوچولو دیدم. خیلی دوست داشتنی بودن. و هنگامی که کسی چیزی نگفت شجاعانه ادامه داد. شنیدم پرنده های ایانا خیلی خاصن. شخصاً به پرنده های سابکریست خیلی علاقه دارم. کی میتونم یکی از این پرنده های مشهور را از نزدیک ببینم؟ راتبون یقه‌اش را صاف کرد و رن کلید طلایی رنگی را که با زنجیر از گردنش آویزان بود دید. پرنده های سابکریست کارخانه‌دان مثل همه پرنده های کمیاب توی قفس نگهداری میشن. سکوت سنگینی بر اتاق حکم فرما شد. رن می‌ترسید اگر دهانش را باز کند فریادش به آسمان برود. پس سکوت کرد. سلست که حوصله‌اش سر رفته بود خود را با نوشیدن سرگرم کرده بود. فضای مهمانی به شکل قابل توجهی عوض شده بود و حتی انسل هم دیگر تلاشی برای تلطیف اوضاع نکرد. خدمتکارم غذای اصلی را آوردند که گوشت گراز بریان با سس پرتقال و سبزی‌های معطر سیب زمینی مزه‌دار شده با سیر و لوبیا سبز پخته بود. کامرون سنگ تمام گذاشته اما رن هیچ رغبتی به خوردن غذا نداشت. همانطور که با یک دست شیشه زهر روی پایش می‌فشرد، با دست دیگر با غذایش بازی می‌کرد و صبر کرد تا بقیه غذایشان را تمام کنند. هنگامی که چیک یخی گبرا را به تالار آوردند، انسل بلند شد و جوری دستش را روی سینه گذاشت که انگار به یک نجیب زاده خارجی ادای احترام می‌کرد. کامرون شاهکارش را وسط میز گذاشت و همانطور که بادی به غبغب انداخته بود عقب رفت. انسل به او گفت واقعاً بی‌نظیره. یه اثر هنریه. اگه خواستی به گبرا بیای خوشحال میشم استخدامت کنم. راسپورن سرش را تکان داد. متاسفانه نمیتونم بهترین آشپزم را به گبرا بفرستم. سلست بیرو درواسی گفت پس فقط روز رو میفرستین بره. رن شهامت او را تحسین کرد. تصور میکرد اگر پدر سلست پزشک شخصی راتبورن نبود دوست خواهرش حتما از دخمه ها سر در میآورد. رن گفت میدونین با این کیک یخی چی میچسبه؟ نوشیدنی گازدار یخی گبرا. انسل از خوشحالی دستهایش را به هم زد. وای، عجب ایده فوق‌العاده‌ای. راسپورن بشکنی زد و چند دقیقه بعد خدمتکاران برگشتند و جام‌هایشان را با نوشیدنی یخی گازدار پر کردند. نگهبان راسپورن قبل از خودش نوشیدنی را چشید. رن نگاهی به تور انداخت و جامش را بلند کرد. انسل، چطور به محافظت هم نوشیدنی بدیم؟ حتما تشنشه. تور لبخند بی‌رمقی زد.
ممنونم آریا حضرت، ولی من موقع انجام وظیفه مشروب نمیخورم. راتبورن هورولاند کنان گفت چه سرباز خوبی. رن گفت آره واقعا. انسل هیجان زده از جا پرید. میخوام یه چیزی بگم. در همان حال که شاهزاده از دوستی و اتحاد بین کشورها و زیبایی مثال زدنی رز حرف میزد، رن بند کیسه‌اش را باز کرد و چند تا گلبرگ از آن بیرون آورد. نگاهش روی یکی از پرده‌های نقشدار نزدیک پنجره ثابت مانده بود. گلبرگ‌ها را توی مشتش خرد کرد. یک دستش را جلوی دهانش گرفت و بردی زمزمه کرد. گلبرگ‌ها پود شدند و آن سوی اتاق شعله شمعی یک لحظه زبانه کشید و پرده بلافاصله آتش گرفت. سلست جیغ کشید. انسل دستهایش را دیوانه‌وار تکان داد و فریاد زد آتش سوزی شده. شاهزاده به عقب تلو تلو خورد. پایش به صندلی گیر کرد و با دست و پای باز نقش بر زمین شد. راتبورن به سمت آشپزخانه دوید و محافظانش هم مثل مرغ سرکنده دنبالش دویدند. سلست هم پشت سرشان رفت. تور فوری دست به کار شد. عرض اتاق را طی کرد و پرده را پایین کشید تا آتش به پرده کنارش سرایت نکند. تور در حالی که ناسزا می‌گفت با پایش پرده شعله‌ور را لگد کرد. رن که برای اولین بار در طول شام تنها شده بود، زهر را در جام نوشیدنی راتبورن ریخت و شیشه خالی را توی کیسه بندارش گذاشت. تا دیگران با پاچهای پر از آب از آشپزخانه برگردند، تور آتش را خاموش کرده و حالا روی زمین نشسته بود و عرق را از پیشانی پاک می‌کرد. انسل خودش را جمع و جور کرد و از لبه میز سرک کشید. وقتی مطمئن شد خطر رفع شده ایستاد و گفت چه اتفاق وحشتناکی. گلم معذرت میخوام. متاسفانه قبل از اینکه بتونم نجاتت بدم خوردم زمین. دست به کمر ایستاد و رو به تور کرد. آفرین تور. میدونستم میتونی حلش کنی. همیشه برای اینجور کارها آمادگی داری. رن با دست خودش را باد زد. خدا رو شکر که همه حالشون خوبه. راتبورن به پرده سوخته نگاه کرد و پرسید چه اتفاقی افتاد؟ تور از جا بلند شد و لب پایینش را لیسید. انگار میتوانست چیزی را در هوا بچشد. به فکر فرو رفت و اخمش عمیق‌تر شد. فکر کنم به خاطر شعله شمع بود. رن جامش را بلند کرد و گفت تور درست به موقع نجاتمون داد. به سلامتی تور. انسل هم جامش را بلند کرد. به سلامتی تور. سلست هم به آنها ملحق شد. به سلامتی تور. راتبورن جامش را برداشت. به سلامتی شایستگی گیورایی ها. امیدوارم توی هفته‌های آینده از این شایستگی بیشتر ببینیم. انسل یک جرعه بزرگ از نوشیدنی یخی گازدار نوشید. دهانش را با پشت دست پاک کرد و گفت آخیش برای آروم کردن اعصاب خیلی خوبه. رن راتبورن را از لبه جامش زیر نظر داشت. راتبورن با حواس پرتی کمی از نوشیدنی را مزه کرد و صورتش را در هم کشید. چقدر قویه. انسل گفت بهتر همش رو یک دفعه سر بکشین. برادرم همیشه نوشیدنی یخی رو اینجوری میخوره. هرچند تا حالا کسی رو ندیدم که جنبش به اندازه الریک باشه. راتبورن گفت جداً؟ رن دلش میخواست به آن طرف میز بپرد و انسل را ببوسد که به این خوبی غرور راتبورن را تحریک کرده بود. وزیر جام را به لب برد و سر کشید. قلب رن تون تون میتپید. همان وقت سلست محکم به شانه‌اش خورد. رن تعادلش را از دست داد و به راتبورن خورد. جام از دست راتبورن افتاد و رن سراسیمه به باقی مانده نوشیدنی یخی زهرآلود نگاه کرد که در قالی فرو رفت. رن خشمگین رو به سلست کرد. چرا به هم تنه زدی؟ سلست بیشتر توی صندلیاش فرو رفت. سرم گیج رفت. حتما به خاطر بوی دوده. انسل گفت عجب شب پر ماجرایی. حتی اون شبی که آنیکا به طرف مادرم مجسمه یخی پرت کرد مثل امشب نبود. حتما یه چیزی توی هوای اینجاست. رن با لحن خشکی گفت حتما. صدای هورولاند راتبورن به گوش رسید. رن به سویش چرخید.
ویلیام، چی شده؟ راتبورن که بازوهایش را دور بدنش حلقه کرده بود روی زمین زانو زد و بالا آورد. رن که یک دفعه امیدوار شده بود گفت ویلیام، حالت خوبه؟ فکر کنم نوشیدنی یخی زیادی برام قوی بود. انسل خنده ریزی کرد. شما که هنوز یه ذره خوردین. راتبورن تلو تلو خورم به سوی در اتاق رفت. تور فوری جلو رفت. رن فهمید که سرباز با دقت به صورت رنگ پریده و پیشانی عرق کرده راتبورن نگاه می کند. اگر همینجور پیش می رفت ممکن بود سرباز گورایی فضول همه چیز را کشف کند. رن تور را کنار زد و گفت برو کنار، بذار محافظش اون رو به اتاقش ببرن. تور عقب رفت و نگهبانان کاخ راتبورن را از تالار بیرون بردن. رن به دنبالشان رفت. راتبورن گفت به شبنم بگین بره دنبال هکتور. وای، دلم چه دردی میکنه، میسوزه. اون به هم گفت که شعله ها درونم هستن. میسوزه. ولی ماه که هنوز کامل نشده. وای ماه. و بعد از آن زمزمه هایش نامفهوم شدند و دیگر معلوم نشد که میگوید. رن دست او را گرفت. ویلیام، بذار کمکت کنم، میتونی به من اعتماد کنی. ولی راتبورن او را کنار زد و این بار خون بالا آورد. روز، دشمن دو چهره داره. باید قبل از اینکه ساحران بیان سراغمون خودمون بریم سراغشون. اونها دارن میان. ما رو میسوزونم. شعله ها رو میبینم، حسشون میکنم. راتبورن به خود لرزید و دوباره بالا آورد. امیدوارم مدافع بزرگ یارایاورمون باشه. وزیر که هنوز پیش خودش حرفهای نامفهومی زمزمه میکرد از آنجا دور شد. رن همانطور که رفتنش را تماشا میکرد با خود فکر کرد یعنی چه کسی آن حرفهای عجیب را به او زده است. سلس که در آستانه در تالار غذاخوری ایستاده بود گفت روز، هیچ معلوم هست چی شده؟ رن در جواب گفت مثل اینکه نوشیدنی یخی گازدار به ویلیام بیچاره نساخت و همینطور که تور را پشت سر سلس دید دلش را گرفت و الکی صورتش را در هم کشید. بعد در حالی که عقب میرفت و از آنها دور میشد گفت انگار من هم زیاد حالم خوب نیست. بهتره دیگه برم. و پیش از آنکه آنها بتوانند چیزی بگویند توی راه رو شروع به دویدن کرد. رن میدوید و صدای پاهایش در راهروهای خلوت کاخ میپیچید. در تاریکی به سمت برج امنش میرفت تا در آن پناه بگیرد. گند زده بود، ولی اگر شانس میآورد و ساحران پشت پناهش بودند شاید آن یک جرعه نوشیدنی زهرآلود کار راتبورن را برای همیشه یکسره میکرد. دوستان عزیز، اگر به کتاب‌های صوتی علاقه دارید میتونید چنل ما رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید. همچنین میتونید روی زنگوله کلیک کنید تا از پست های بعدی ما با خبر بشید. اگر پیشنهاد یا انتقادی دارین برای ما توی کامنت ها بنویسید. نظر شما باعث پیشرفت ما میشه. پس ما رو از لطف خودتون محروم نکنید. سپاسگزاریم.